کینگ آنتونی برگشته. مشکل از آنتونی نبود، مشکل از منچستر یونایتد بود که ندوست خوب ازش استفاده کنه. تو 4 بازی قبلی 3 گل زد و یه پاس گل داده و 3 بارم بهترین بازیکن زمین شده و واقعا من باورم میشه آنتونی اینقدر خوب داره بازی میکنه و 2 هفته دیگه هم رئال مادرید باش بازی با رئال بتیس باز داره، یعنی با آنتونی باز داره که باید دیگه بگیم گوت فوتبال قرار رئال پاره پوره کنه. کینگ آنتونی برگشته. مشکل از آنتونی نبود، مشکل از منچستر یونایتد بود که ندوست خوب ازش استفاده کنه. تو 4 بازی قبلی 3 گل زد و یه پاس گل داده و 3 بارم بهترین بازیکن زمین شده و واقعا من باورم میشه آنتونی اینقدر خوب داره بازی میکنه و 2 هفته دیگه هم رئال مادرید باش بازی با رئال بتیس باز داره، یعنی با آنتونی باز داره که باید دیگه بگیم گوت فوتبال قرار رئال پاره پوره کنه.